Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. علیکم علیکم السلام و السلام. رحمت الله و برکاته. ҳамин рӯз камта асабон вайрон шуда буд нашоти як кори безеб ки ҳамин дар Тоҷикистон беҳад авҷ гирифтагиай. Якум ҳамин фолбинӣ, кушоиши кор, и қайтармаш мегӯянд бахткушоӣ. ҳамино ҳамин одамое ки пеши ҳамино мераванд ҳамуно кофир мешаванд ё не? کسی به نزد سحرگر جادوگر فالبین رود بله کافر میشه در پیش билкул اونها кофир ҳастанд. بله اگر бояд аз گشت сари нав калима арза кунанд. کلمه گرداند توبه کند نکاحش هم از نو کند اگر زن و شوهر داشته باشد مثلا نکاحش بریده میشه کسی پیش فالبین رو کافر است. خب این چون قیترمه هایی که اونا کرده میتین بله اونا نادرست است. اما اگر با آب مثلا یا با عسل یک چیزی پاک اگر یا مثلا روغن زیتون اگر سوره فاتحه یا سوره از قرآن اگر خوانده صف کند آدم دیندار آدم پاک مسلمان اجازت است خوردنش. اما از آن فالبین ها نصرانی فالبین های جادوگر ها نمیشه خورده. дуюмаш ки барои инами илтимос хоҳиш мекунам аз шумо якам тарак видео кунед дар бораи инами конкурскунои ҳаромхӯро тоҷикистона фасод кардагиан ҳамин конкурскуно пули ҳамо ҳаром ҳаста мошин метан ҳаром ҳаст қимор ҳаст بله аз همش حرام барои است. худо тоҷикистона фасод кардестан иё. آخه مردم هم بی عقل است. این مردمی که لاتاری میخرد ما نکو عذابشون کشن دیگه چه کنیم؟ این ده ها بار این مسئله ما هم دیگرها هم گفت که همین کنکورس ها حرام است با نامش کنکورس موندیم. آخه این کنکورس اصلا به این کلمه به اینجا استفاده نمیشه. مسابقه این قمار است. این کنکورسی که در نظر دارن این قمار است، این حرام است. آخه همین مردم نخرند همه آدمای کنکورس کن کنکورساشون رو محکم میکنن دیگه اپی دیگه کار میشن. همین مردم احمق هستن، همین مردم ابله هستن، همین مردم بفهم هستن. مردمی که بعضی اینو ببینید به نزد فالبینای و سحرگرا شما سوال دادیدم به نزد فالبین و سحرگرا کی میرن؟ معلوماتش عالی داره، حکومت داره. همین قدر شما عقل دارید زیایی های هم روید دیگه. یعنی یک فالبین یک خرافات یک آدمی کافری پستی که نه مکتب خوانده است و نه دانشگاه خوانده است به درش یک آدمی که وظیفه بلند دارد وزارت کار میکند یا وزیر است یا معاونی وزیر است به پیش فالبین میرد. یعنی شما همین قدر تربیه کرده است این مکتب و این دانشگاه هاتون. این چونین کدام آدمایی که همین لاتاری های میخرید و همین قمارها بازی میکنید این دلالت به بی‌عقلی شما میکند پیش از آن که اون قماربازا که اونا حرامخور هستن اونا که دیده ایستادیان که فایده هست کرده ایستادیان لیکن شما احمق و ابله هستید که با پول حلالتون همونا میخرید یا حرامتون همونا میخرید و وای بر حالتون اصلش عذابتون نکشید. وقتی که میگویید که این حرام است اطاعت نمیکنید اون عقلی که شما دارید همین قدر است دیگه چه کنیم؟ همه بیان میکند با میبینید که اونا ماشین های قیمت و با پول های بلند که کنکورسی حرامشون اجرا کرده استودیان یعنی این دلالت میکند که سوداهاشون رواج دارد مردم خریده استودیان دیگه چیکار میکنید؟ بعد این مردم شکایت میکنند که در بالا ما ظلم هست ما در عذاب هستیم دیگه چی شود دیگه؟ با این عقل و فراسات و با این فهم و فهمیش و با این اعتقاد و با این عمل و رفتار دیگه چی شود حال ما شما بعد؟